با سلام به اعضای کانال تیپ تاپ، ممنون که ما رو همراهی میکنید. ترسناکترین مکانهای ایران. باغ سنگی سیرجان در استان کرمان قرار دارد. اگر میخواهید کمربندها را برای رفتن به یکی از ترسناکترین جاهای ایران ببندید، بهتر است به عنوان یکی از عجیبترین و جالبترین گزینه‌ها به سراغ نقشه برای یافتن مسیر کرمان و یافتن باغ درویشخان در سیرجان باشید. اما چرا باغ سنگی درویشخان از نقاط ترسناک ایران به شمار می رود؟ داستان از این قرار است که درویشخان در گذشته‌ها باغی بزرگ و پر از میوه داشته است. اما باغ بعد از مدتی خشک می شود و انگار تأثیر این اتفاق روی صاحب باغ یعنی درویشخان آنقدر زیاد بوده که باعث می شود تا دست به واکنش‌های غیرعادی بزند و باغش را به یکی از ترسناکترین مناطق ایران بدل کند. به خاطر اینکه او سنگ‌های کوچک و بزرگی را که از کوه و کوهستان جمع‌آوری می‌کند به باغ می‌برد و آنها را به عنوان میوه به شاخه‌های درختان خشک آویزان می‌کنند. برخی مدعی‌اند که او ارتباطاتی با موجودات ماورالطبیعه داشته است. شاید این دستور آنهاست. البته فقط سنگ‌ها نیستند که به شاخه‌های این درخت آویزان می‌شوند، بلکه ضایعات و زباله‌هایی مانند پلاستیک، تکه‌های فلزات، اگزوز خودرو و چیزهایی از این دست هم روی شاخه‌های باغ درویشخان پیدا می‌شود. عجیب است اما واقعیت دارد. به روح اعتقاد دارید؟ شما را نمی‌دانم، شاید داستان‌های ارواح سرگردان و اجنه را خرافات بدانید، اما مردمانی که در نزدیکی نوشهر زندگی می‌کنند با وجود تالاب ارواح در کیلومتر 12 نور به نوشهر اعتقادات دیگری دارند. آنها بر این باور هستند که تالاب ارواح که همیشه در پوششی ازمه و پشت جنگل‌ها پنهان شده است، داستان و رازهایی در خود دارد که انسان‌ها از آن بی‌خبرند. صدای زوزه حیوانات، درختان خشکی که در تالاب قرار گرفتند و مثل صحنه‌های یک فیلم کاملا وحشتناک هستند. از جمله ویژگی‌هایی است که باعث می‌شود داستان‌های متنوعی درباره ارواح سرگردان پیرامون این تالاب از مردمان محلی گفته شود. البته یادتان باشد که علاوه بر اینکه این تالاب در دست عجایب ترسناک ایران قرار می‌گیرد، راه رسیدن به آن و جاده منتهی به تالاب هم وحشتناک است. نه از این بابت که در مسیر جاده با دیو و جن روبرو می‌شوید، بلکه به خاطر جاده خطرناکی که رانندگی در اون نیاز به دقت داره. جهنم دره کجاست؟ جهنم دره با نام عجیبش در شهر خوی قرار گرفته. حتما میدونید که خوی از شهرهای آذربایجان غربی است. جهنم دره هم یکی از ترسناکترین جاهای ایران است. اما چرا؟ واقعیت این است که این دره در یک منطقه کوهستانی صعب العبور قرار گرفته و داستان‌هایی درباره مخوف بودن آن از سوی بومیان منطقه مطرح می شود. تعدادی از کسانی که تلاش کردند تا به جهنم دره راه پیدا کنند، در مسیر سخت گذر از کوه‌های اون جانهاشون رو از دست دادند. به همین خاطره که صحبت‌هایی از نفرینی بودن و وجود عناصری ماورالطبیعه در اون مطرح است. در هر حال جهنم دره در دسته‌بندی ترسناکترین جاهای ایران قرار میگیره. پس یادتون باشه که هر چقدر به دنبال هیجان باشید، سفر کردن به این دره نیاز به تجهیزات حرفه‌ای و البته تخصص و دانستن سفر به کوهستان و دره‌ها داره. ریگجن میگویند که مثلث برمودا ناحیه‌ای از کره زمین است که هر مسافری را در خود فرو می‌کشد و بعد از راهی شدن به سمت آن دیگر امکان بازگشت نیست. ریگجن هم به مثلث برمودایی ایران معروف است. ریگجن کویری است در 17 کیلومتری استان تهران، یعنی در منطقه کویری سمنان. ریگجن پر است از تپه‌های شنی و باتلاق‌های نمکی. رفتن به این منطقه هیچ وقت با موفقیت همراه نبوده است. قرن‌های متمادی است که سفر به ریگجن مساوی بوده با کشیده شدن در کام مرگ. میگویند که پای هیچ حیوانی هم به ریگجن باز نشده است. منطقه کویری را در نظر بگیرید که در دست داغ‌ترین نقاط دنیا قرار می‌گیرد. ریگجن واقعاً از مناطق ترسناک ایران به شمار می‌رود. کلبه انزلی
کلبه انزلی هم در میان مناطق ترسناک ایران قرار می‌گیرد. در نزدیکی بندر انزلی و در حوالی صومعه سرا کلبه‌ای در نزدیکی جنگل وجود دارد که سفر کردن به آن در شب و به تنهایی اصلاً توصیه نمی‌شود. در روستای هفت‌دغان گیلان کلبه‌ای قرار دارد که داستان‌های وحشتناک زیادی پیرامونش وجود دارد. تصویر یک کلبه مخروبه چیزی شبیه قلعه جادوگرها در فیلم‌ها، بسیار وحشتناک. حالا که داستان‌های متعددی هم درباره‌اش نقل می‌شوند. مثلا یکی از ماجراهای پیرامون کلبه انزلی این است که روزی 4 جوان به آنجا می‌روند و قصد می‌کنند تا شب را در این کلبه بگذرانند. اما این ماجراجوییشان به مرگ تعدادی از آنها، فرار تعدادی دیگر به جنگل و روانی شدن بازمانده‌ها در کلبه منجر می‌شود. ترسناک نیست؟ به نظر شما حقیقت دارد؟ داستان‌های دیگری هم درباره کلبه انزلی وجود دارد. مثلا اینکه چند دختر هم به این کلبه رفتند و وحشت زده و نالان به زندگی خود ادامه دادند. معلوم نیست در این مکان چه اتفاقی می‌افتد که داستان‌ها و ماجراهایی که نقل می‌شود افرادی که به بازدید آنجا رفتند دچار شوک شدند یا در اثر سکته جانشان را از دست دادند. به نظر می‌رسد که کلبه انزلی از ترسناک‌ترین جاهای ایران است. جنگل جیغ روستای سربرج در نزدیکی‌های مشهد قرار دارد. وقتی که هوا رو به تاریکی می رود، صدای جیغ از لابلای درختان جنگل به گوش می رسد. این جیغ کیست؟ پای موجودات عجیب و فرازمینی در میان است؟ اگر از آن گردشگران شجاع باشید، قطعاً از ایده کمپ و چادر زدن در این جنگل در شب استقبال خواهید کرد. بالاخره با ماندن در جنگل جیغ می توانید متوجه شوید که واقعا پای موجوداتی وحشتناک در میان است که جیغ‌های بنفش میکشند یا اصلا ماجرایی در کار نیست. بعضی از افراد محلی معتقدند که صدای ملخ‌هایی که در میان شاخ و برگ درختان لانه دارند در شب هنگام باعث می شود تا صدایی مهیب و وحشتناک به گوش برسد. گورستان جن جن‌ها همیشه پای ثابت داستان‌های وحشتناک هستند. حال فرض کنید که راهی مکانی به نام گورستان جن شوید. نمی‌ترسید؟ به نظرتان این گورستان که در روستای تیز در چهاربهار قرار دارد، آبستن ماجراهای وحشتناک است؟ بومیان منطقه بر این باورند که گورستان جن محل دفن موجوداتی بغیر از آدمیزاد است. یعنی به عقیده آنها اجنه در این گورستان دفن شده‌اند. یکی از دلایل عمده‌ای که باعث پرورش چنین باورهایی شده است، شکل عجیب حفاری گورها در این منطقه هست. به نظر می‌رسد که این حفاری‌ها برای دفن موجودات مرده قبرستان متعلق به چیزی بجز آدمیزاد است. بیراه نیست که گورستان جن را در شماره ترسناکترین مناطق ایران قرار می‌دهند. مرسی که همراه ما بودید. اگر ویدیوی ما رو دوست داشتید، ما رو لایک کنید. یادتون نره کانال ما رو هم سابسکرایب کنید.